خیلی شیب داره. خب مجبوریم پیاده بریم. آقا آخرش آقا جنده میاد، من یه دفعه این چاقو 30 سانتی در میارم بهش نشون میدم. چشاتون رو مواظب باشه. دو بگیریم بچه‌ها بیاین اینوری بیاین. خوبه حسین آب نیوردین؟ آب نگفتی بیار، آب تو ماشینه. یه مدت زیادی میگذره که من قصد داشتم یک لوکیشن واقعا ترسناک و از دید مردم خطرناک پیدا کنم و برای ساخت ویدیوی ترسناک برای فیلم برداری به اونجا برم. ولی اتفاقی که توی این جنگل برای ما افتاد خیلی ترسناکتر از ترسناک بود و واقعا با عقل جور در نمیاد. شاید باور نکردنش خیلی راحت تر باشه تا پذیرفتنش. هممون بعد از گذشت این اتفاق توی فکریم و دنبال یک جواب منطقی برای این اتفاق هستیم. تا آخر ویدیو رو تماشا کنین تا خودتون با چشمای خودتون ببینین. یه روز که رفته بودم پیش دوستم آرایشگاه، اون بهم گفت مکانی وجود داره به نام جندره. رفیقم حدود 10-12 سال پیش با یه اکیپ چند نفره برای گردشگری به اونجا رفته بودن. یه شب که اینا توی چادرشون خوابیده بودن، یک درخت سالم و تنومند از ریشه در اومد و درخت تو فاصله 8 متریشون روی زمین افتاد. تاکید میکنم درخت کاملا سالم بود. خاطره خودشو که برام تعریف کرد، با خودم گفتم خودشه پسر، این دقیقاً همونیه که تو می‌خواستی. به خونه که رفتم آدرس دقیق اون لوکیشن رو از توی اینترنت درآوردم. بعدش هم زنگ زدم به بچه‌ها و گفتم که خودتون رو برای یک آخر هفته چالشی آماده کنید. مجموعاً 4 نفر شده بودیم. وسایلمون رو جمع کردیم و شروع به حرکت کردیم. همین دیگه. آقا بریم که خرس قرار ما رو بقله. محمد حسین هم اومد. سلام. تمام این چیزا بسته؟ من بهت گفتم. آقا اینجا گرفتن چاله کردن، مسیرمون بسته، نمیدونم چرا. الان ما که ماشین نمیتونیم ولی تنها مسیری که الان داشت از این ور که ما اومدیم همینه. سرتا بکن علی رو سرتا کن، اگه میخواین بریم از همون راه بریم، اگه نمیخواین دیگه هیچ دیگه راهی نداره. الان تنها یه راهمون که از همون ور داشتیم میرفتیم. خب همونطور که دیدید اینجا یک چاله خیلی بزرگ کندن و کاملا مسیر ما رو بستن. با این حال که این یکی از نزدیکترین مسیرها به مقصدمون بود، ما تصمیم گرفتیم برگردیم و از یه مسیر دیگه به راهمون ادامه بدیم. و اینم خب تصمیم من بود، چون که به هیچ وجه نمیخواستم این مکان جذابو از دست بدم. دور زدیم و به مسیرمون ادامه دادیم. یک درخت سالم از ریشه کنده شد افتاد، بدون اینکه باد بزنه، بدون اینکه این درخت شل باشه، پوسیده باشه. دیگه خوف شروع میشه. 2-3 نفر بودن با تفنگشون برمیگشتن. خود محلی‌ها هم دیگه از این تایم بعد دیگه داخل نمیمونن. مردم دارن برمیگردن. تو این تایم دیگه همه برمیگردن. بسته جلو؟ نه باز. نه بندن دیگه اینجا. خدا رو شکر 2-3 تا مسیری که رفتیم بسته بود. آره. یه مسیر باز بود. علی گاز بده. گاز. میکشه ماشین پیاده بشیم. خیلی شیب داره. مجبوریم پیاده بریم. اینجا به یک سربالایی واقعا زیاد خوردیم. همونطور که دیدید ماشینمون نکشید و مجبور بودیم که ماشین رو یه جای پارک کنیم و ادامه مسیر که تقریبا رسیده بودیم رو پیاده بریم. که بچه‌ها از این مولا چجوری میرن؟ آقا ماشین نکشید، هر کاری کردیم. دقیقاً ماشین نکشید. ابزار ما آماده می‌کنیم. آقا آخرش آقا جنده میاد، من یه دفعه این چاقو 30 سانتی در میارم بهش نشون میدم. ماه کامله. میگن شبایی که ماه کامله گروپ گرگو هم کامله، ولی تیم ما هم کامله. تیممون کامله، بچه ها همه آماده. آقا بریم به دل جنگل دیگه. خب ما الان دقیقا با چند دقیقه راه بریم برسیم؟ حداقل 20 میریم.
الان این مسیری که ما داریم میریم رفته بالاتر. ما الان هر چقدر که مثلا 10 دقیقه یه رو که راه بریم مثلا شاید حدودش 20 متر 30 متر بالاتر داریم. بچه‌ها این وقت قشنگ این تپه قشنگ انگار برش داده، یعنی 1% ریزش کنه تموم میشه. چقدر ما بالا اومدیم. ببین اون دور میبینی؟ شهر معلوم از اینجا. ماشین جنگلبانی بود؟ درش آن بود. خب مهم نیست. این در چی ممکنه بوده باشه؟ جنگل نبری، چون پسرای جوون توش بودن جنگلبانی نبود. اگرم بود متناش کن گیر. ندارم کپ همین 10 سال پیش. آره. رو همین درخت علامت گذاشتی؟ به خدا یه علامت درست همین شکلی گذاشته بودم. اینو گذاشتم. آدم بود؟ نمیدونم. باور کن یکی پشت دارم. من میگم جلوتر از این نرم. نکن. من یکی اون بره پایین یه آمار بگیرم. سام بسی یه جا سیم خارده هم بینیم پاره هست بره. بریم پایین؟ سب نه. میگه نگاه کنیم پایین بریم سیم خارده ای پاره هست بریم. در بچه موجود باشه. چشاتون موجود باشه. سب داره مخفی میشه. سب بلشون. خودش داره مخفی میشه. بلشون. حالا دفاعیه. حالا کارش دفاعیه. حالا تدافعی گرفت. بغلی چرا راه میره؟ پرچنگه دیگه. سرویس. آقا ما الان تا اینجای کار به چیز خاصی نرسیدیم. پیشنهادی که من الان دارم اینه که 4 نفر هستیم. هر 4 نفر یه مسیری رو بریم جدا بشیم تا اینکه ببینیم به چیزی میخوریم یا نه. شت. تو مثلا میری اون سمت، من میرم این سمت، شما دوتا هم مثلا یکیتون اون سمت یکیتون اون سمت. تو بالاخره باید تنها باشیم تا جنی که میگن. حل آقا. من میگم از همین الان بریم. نظرتون چیه؟ بریم. من اینوری میرم. حله. بریم آقا. بسم الله. بچه‌ها ما جدا شدیم. هر کدوم خیلی شیب داره. تنها ترسی که الان من دارم میدونی اینه که خرس مثلا چون خرس و پلنگ و اینا زیاد اینجاست، بعد پشمن دیگه خرچنگه. آقا اینجا جوش خیلی سنگین. نمیدونم چرا یه حاله خیلی هم جای بالایی نیست، ولی بچه اون چیزی که من اول ویدیو متوجه شدم میدونی جو هوا خیلی سنگینه. مثلا اون پایین رو ببینیم مشخصه آجی لونه. دو بگیریم بچه ها بیاین این وری بیاین. چی شد این؟ نمیدونم چیزی دیده نمیدونم. آب نه 1 ساعت تو ماشین فاصله داریم. تنفس مصنوعی لازمه. یکی باور کن یکی ما رو داشت نگاه می‌کرد پایین. جان آقا بریم بچه ها سریع‌تر بریم. آقا بریم. شوخه دیگه نکن. آقا بریم. واسه جمع کنیم بریم تا راه. برگردیم. آره برگردیم. خیلی ترسم گرفت. احساس می‌کنم گیر افتادم. ببین ای کاش حداقل یه آب می آوردیم خیلی بهتر میشد. تو نگفتی میخوام اینقدر تو بریم، تو گفتی میخوام بریم سر جنگل. ما الان راه 2 کیلومتر اولی آقا اینترنت نداریم. من میترسم گم کنیم راهو، گرفتار میشه این گم بکنیم. ما الان 3 کیلومتر فقط داخل جنگل اومدیم. الان معلومه چجوری بریم بالا. راه هم نداریم.
یه دقیقه واسه ما فکر کنم. یه خورده ریکاوری کنیم بچه‌ها. الان ما این همه راه تا وسط جنگل اومدیم، تو اون نقطه‌ای هم که می‌خواستیم دقیقاً همینجا فکر کنم. حالا من اینترنت ندارم برم توی نقشه ببینم توی جی پی اس، ولی فکر می‌کنم همینجا باشه. تصمیم گرفتیم که برگردیم. این شد که ما برگشتیم. اما حالا اون اتفاق وحشتناکی که اول ویدیو گفتم چی بود؟ داستان از اینجا شروع شد که اون شب ما برگشتیم خونه. صبح روز بعد اون شب که دقیقاً 3 روز پیش بود، وقتی که از خواب بیدار شدم دیدم که یک اکانت تلگرام ناشناس که دیلیت اکانت هم کرده بود برام یک فایل ویدیو فرستاد. وقتی که ویدیو رو باز کردم و دیدم، تمام بدنم مورمور شد. یک لحظه فکر کردم که از تمام جهات اتاقم دارم دیده میشم. حالا اون ویدیو چی بود؟ فهمیدم که وقتی داشتیم فیلم برداری میکردیم یکی هم داشت دقیقاً از ما فیلم میگرفت و دقیقاً همون جایی که محمد حسین حالش بد شد و افتاد یکی مشغول فیلم گرفتن از ما بود. این ویدیو کاملاً بدون صدا ضبط شد. میخوام برگردونمتون کمی عقب‌تر. یکی باور کن یکی ما رو داشت نگاه می‌کرد پایین. اینجا ما یه صدای پا شنیده بودیم. اون یک سایه خیلی بزرگ دید که با سرعت از پیش ما رد شد. و حالا دوباره این ویدیو رو ببینین. ویدیو رو که به بچه‌ها نشون دادم باورشون نمیشد و چندین روزه که هممون توی شوکیم. من تا حد ممکن میخوام منطقی فکر کنم ولی خب منطقی پشت این قضیه وجود نداره. بالفرض یک آدم مریض خواسته سر به سرمون بذاره، اون آدم تلگرام منو چطور داشته؟ یک آدم غریبه چطور میتونه با هم راه ارتباطی بگیره در صورتی که هیچ وقت منو نمیشناخته؟ خب اینا سوالاتیه که بعد گذشت چندین روز هنوز به جوابی نرسیده و برای هممونم مبهمه. دمتون گرم که بچه‌ها با هم همراه بودید. خیلی از سوالها تو این دنیا هست که هیچ جوابی نداره و خب اینم فکر کنم یکی از اونا باشه. هیچ وقت برای کنجکاویتون به سمت کارهای ریسکی و چیزای خطرناک نرید، چون هرچند که شاید مسخره بیاد ولی واقعا ممکنه عواقب خیلی بدی براتون داشته باشه. دوستتون دارم، عشق منید، خدا نگهدار.